سلام دوستان، خوش اومدید به چنل من امروز اومدم به شما یاد بدم چجوری جام هاتون رو در کلش آف کلنز ببرید بالاتر و به لیگ های بالاتر برید. عین من که تان دهم ولی لیگ حرفه‌ای ام. شما میتونید خیلی راحت به لیگ های بالاتر برید. یعنی حتی فرقی نداره اگر مثلا شما تان مثلا نمیدونم 9 یا 8 هستید، میتونید راحت برید لیگ کریستال یا لیگ حرفه‌ای. اومدم بهتون چند تا نکته رو یاد بدم. پس اگر میخواین یاد بگیرید تا آخر ویدیو با من همراه باشید. بریم ویدیو. ممنون میشم منو سابسکرایب کنید و دوستان بریم برای آموزش. اولین نکته آموزش اینه که استفاده از معجون کنید. الان من 5 تا معجون آموزش دارم. شما وقتی معجون آموزش رو میزنید سرعت نیروتون 4 برابر بیشتر میشه که نیروتون تولید میشه و این کار باعث میشه شما بیشتر بتونید اتک بزنید. و اینه که من بهتون پیشنهاد میکنم، اینا همه پیشنهادهای خودمه و چیزایی که خودم میگم که پیشرفت کنید تا جام‌هاتون برید به لیگ های بالاتر و بتونید جم بگیرید. من اینا همه پیشنهادهای من. اینه که شما تو اون 1 ساعت از بازی خارج نشید و هی اتک بزنید تا کسی بهتون حمله نکنه که ازتون جام کم نشه. حالا بریم برای نکته بعدی. خیلی‌ها میان میگم حتما باید 3 ستاره بزنید. نه، اگه شما مثلا به یکی حمله کنید که مثلا نوشته 32 تا یا 30 تا بهتون میده، اگر شما 2 ستاره بزنید، اگه بخواید پیشرفت کنید، اگر میبینید نمیتونه حتما 3 ستارهش کنید، 2 ستاره بهش بزنید، 20 تا هم بگیرید کافیه. چون به یک تانی برسین خیلی سخته. مثلا بخواد بهتون 20 تا بده، حرف خیلی سرسخت میاره. این کارو بکنید خیلی راحت و اوکیه. بعد حتما مهم نیستش که 3 ستاره کنید که بخواید برای خزانه جمع آوری کنید. بالاخره اگر تو روز چند بار اتک بزنید، اینو خودش پر میشه دیگه. این 5 تا ستاره پر میشه. بعد اینه که یک نکته دیگه اینه که به موقع اتک بزنید. اینا 4 نکته است که من میخوام بهتون بگم به موقع اتک بزنید. یعنی در روز تایم بذارید. هی بگین من این ساعت میرم اتک میزنم. این ساعت میرم اتک میزنم. 100% تعداد جاماتون میره بالا و میتونید پیشرفت کنید و جم رایگان بگیرید. دفاعی بازی کردنه. یک نکته که دفاعی بازی کردنه اینه که شما دفاع کنید. یعنی اینکه انقدر دفاعتون سطحشون ببرید بالا. یعنی اینکه اگر شما مثلا میگه به شما 10 تا اتک بزند، حداقل 5-6 تاشو شما دفاع موفق میتونید داشته باشید. و چیکار کنید وقتی که دفاع موفق داشته باشید بهتون اضافه میشه. این نکته هم هست که میتونید دفاعی بازی کنید. اینا بود نکته‌ای که گفتم. باز هم میگم اینا فقط چیزای پیشنهادی منه. ممنون که تا آخر نگاه کردید. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید.